با سلام، دکتر سعید امیرپویا هستم، متخصص قلب و فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی. روز چهارم هست و میخوایم ایکیجی چهارم رو با هم کار بکنیم. بریم سراغ شرح حالمون. خب بیمارمون یه خانم 61 ساله است، هایپرتنشن داشته و الان 3 روزه که چست پین داره به صورت دائم. نیتروگلیسرید زیرزبونی باعث بهبود علائمش نشده و بیومارکرهای اولیه‌اش منفی هستش. حالا این ECG بیمار هست. خب با ریتم بیمار شروع میکنیم. همینجور که گفتم میریم سراغ پی ها. پیمون باید تو لید 1 2 AVF V4 V5 و V6 مون مثبت باشه که مثبته، پس ریتممون سینوسی هست. سراغ ریت بیمار میریم. ریت بیمار حالا 300 تقسیم بر تقریبا 3 تا و نصفی 80-90 تا ریت بیمار هست. و اکسیسمون گفتیم باید به ریت های 1 و AVF نگاه بکنیم. خب برای اکسیس اینجا توجه کنید، لید 1 مون AVF مون 1 مون مثبته، AVF مون مثبته، ببخشید AVF مون منفیه، پس لفت اکسیسه. گفتیم زمانی که AVF منفی لفت اکسیسه، برای اینکه ببینیم که بین 0 تا منفی 30 یا بیشتر از اون لفت اکسیسه، باید به لید 2 نگاه کنیم که لید 2 تقریبا برایندش 0 میشه، یعنی تقریبا همون منفی 30 درجه هست، ولی این رو هم میتونیم لفت اکسیس در نظر بگیریم. خب مرحله بعدی میریم سراغ مورفولوژی تک تک در واقع قسمت های EKG. موج پیمون تو لید 2 مورفولوژیش نرمال هست، تو AVF هم مورفولوژیش نرمال هست، مشکلی نداریم. بریم سراغ QRS. از نظر دیوریشن هولوش 100 میلی سکند هست. بعد بریم سراغ ولتاژ QRS مون. خب به نظر شما این ولتاژ مطابق با LVH هست یا نه؟ روی یه سری لیدها ولتاژ افزایش پیدا کرده، مثل لید 1 و AVL، اما توی V1 یا V5 V6 اگر بخوایم از کرایتریای سوخولو، اونی که S V1 V2 به اضافه R V5 V6 هست استفاده کنیم، ممکنه به اون عدد مورد نظر نرسیم. اما سوخولو یه کرایتری دیگه داره، اونم R AVL هست، که اگر بیشتر از 11 میلیمتر باشه تو کسی که لف اکسیس نیست، یا بیشتر از 18 میلیمتر در حضور لف اکسیس، هم یک کرایتریا برای LVH هست که این آرش 22 میلیمتر هست. پس با وجود لف اکسیس هم این کرایتریای سوخولو به نفع LVH هست. علاوه بر این کورنر رو هم داریم که آر AVL به اضافه SV3 هست که اگر که تو خانم ها بیشتر از 20 میلیمتر یا تو آقایون بیشتر از 28 میلیمتر باشه، این هم مثبت هست. اینجا هم هلوش 10 تا 15 تا و 35 میلیمتره، پس این یافتن به نفع LVH هست. یه کرایتریای دیگه هم برای LVH داریم که امتیازدهی هست، رام هیلد. این رو هم بهتر تو ذهنتون باشه، ببینیم کدوم ها رو داره. این سیستمش اسکوردهیه، امتیاز میده. اول از روی موج R و S شروع میکنیم. اگر که ارتفاع موج R یا عمق موج S تو لیدهای اندامی بیشتر مساوی 20 میلیمتر باشه، که گفتیم تو 1 و AVL ما R بیشتر مساوی 20 میلیمتر رو داریم، پس اینجا 3 امتیاز رو میگیره. اما S یا R توی V1 و V2 و V5 V6 بیشتر از 30 میلیمتر نداریم، پس هیچ. تغییرات استی که تیپیکال LVH داشته باشه، اگه دیگوکسین نگیره 3 امتیازه، اگه که دیگوکسین بگیره 1 امتیاز. ببینیم تغییرات استی داره یا نداره. بله داره. ببین تیپیکال LVH هستش، استی دپرشن هایی به این صورت همراه با تی های اینور توی لیت هایی که آر بلند دارن ما چنین پترنی رو میبینیم. توی 1 و AVL به خصوص این تیپیک LVH میتونه باشه، پس اینجا هم این 3 امتیاز رو میگیره. لف آتریال ابنورمالیتی نداریم که 3 امتیاز بخواد بگیره. لف اکسیس دیوییشنی که بیشتر از منفی 3 باشه، برای این بوردر لاینه، حالا یا اینم بگیریم 2 امتیاز. و QRS دیوریشنی که بیشتر مساوی 90 میلی سکند، برای این یه مقدار وایت شده، این 1 امتیاز هم میگیره. و اینترینسیکوید دیفلکشن توی لیدای V5 V6 بیشتر از 5 صدم ثانیه که معادل
50 میلی سکنده. این اینتریسیکال دیفلکشن یعنی چی؟ یعنی چقدر زمان طول میکشه از اینجا به اینجا برسه این تیکه. این تقریبا همین هولوش 50 میلی سکند هست. پس این رو هم شاید بتونیم مثبت در نظر بگیریم. پس این همه امتیازها رو تقریبا میگیره. به گفته اگر که 5 امتیاز بگیره ما میتونیم بگیم که مریض LVH داره. اگر 4 امتیاز بگیره پروبابل هست برای LVH. پس طبق کرایتری رامهیلت هم این مریض LVH رو داره. اون 35 میلیمتری که به صورت روتین از گذشته یادتونه مربوط به سوخولو اینجا خیلی جواب نمیده. خب بعد تو کیارس دیگه چیز غیر طبیعی یه مقدار ناچینگ شاید داشته باشیم تو دید 3 مون یا دید V2 مون که میتونه به نفع اسکار باشه یا به نفع انفارکتوسای قدیمی. کیو پاتولوژیک تو AVF داریم اگر اینیشیال آر رو در نظر نگیریم. توی دید 2 هم یه کیو اولیه داریم که خیلی به نظرم پاتولوژیک نیست. بیشتر این یافته‌های کیجی به نفع لفت انتریور همی بلاک در زمینه لفت اکسیس دیوییشن هست. بعد بریم سراغ قطعه استی دپرشن تو یک و AVL رو که دیدیم که میتونه در زمینه LVH باشه ولی ایسکمی رو نمیشه رد کرد. و یه مقدار هم تی اینورژن و استی دپرشن توی V5 و V6 هم داریم که اینم میتونه در زمینه LVH باشه. البته با توجه به اینکه مریض چست پین داره ایسکمی رو هم نمیتونیم رد بکنیم. خب پس در نهایت مریض یه ریتم سینوسی هست با اکسیس انحراف محور به چپ و شواهد LVH و تغییرات استی به نظر میاد در زمینه LVH ولی ایسکمی نمیشه ردش کرد. خب ببینیم اینجا هم تفسیر خودش میگه نورمال سینوسی لفت ونتریکولار هایپرتروفی یا LVH همراه با تغییرات قطعه استی.